الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از منازل سیر به طرف الله متعال و یکی از مراحلی که پوینده باید آن را مد نظر داشته باشد و در این منزل فرود آید، منزل فرار هست. فرار به طرف الله متعال. این یکی از منازلی هست که الله متعال به آن دستور داده و یکی از واجبات شرعی هست که تمام من و شما باید بر این واجب جامعه عمل بپوشانیم. الله متعال در قرآن کریم به ما می‌فرماید که ففروا الی الله، دستوری هست از جانب الله متعال که شما فرار بکنید، بشتابید، شتابان بروید به طرف الله متعال. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. تمامی انسانها و تمامی پیروان پیامبران، اعم از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا پیامبران قبلی، وظیفه داشتند که به طرف الله متعال فرار بکنند. بدین معنی که ما دو نوع فرار داریم. یکی هست فرار انسانهای نیکبخت، انسانهای نیکوکار، انسانهای خوشبخت، و دیگری فرار انسانهای بدبخت و شقی هست. فرار دو گونه هست، یکی مخصوص انسانهای نیکوکار و نیکبخت هست و فرار دیگر فرار انسانهای بدبخت و شقی هست. فرار انسانهای نیکوبخت فرار به طرف الله متعال هست. فرار به طرف الله متعال یعنی مقصد ما، هدفی که ما میخوایم به آن برسیم، الله متعال هست. از تمام ماسوای الله متعال خود را بیرون بکشیم و خودمان را یکسو بکنیم و به یک جهت برویم و فرار الی الله تعالی را داشته باشیم. این فرار نیکوکاران هست، فرار انسانهای مؤمن هست، انسانهایی که واقعا خوشبخت هستند. و دیگری فرار از الله متعال هست، یعنی دور شدن از الله متعال، نادیده گرفتن دستورات و احکام الله متعال، ارج ننهادن و بی‌حرمتی به اوامر و نواهی الله متعال هست. یکی فرار به طرف الله متعال، از تمام کائنات و موجودات خود را ببریم و به طرف الله متعال فرار بکنیم. دیگری فرار از الله متعال هست، از الله متعال، از قرآن، از حدیث، از دین الله متعال، از دستورات و اوامر و نواهی الله متعال به طرف شهوات و شبهات و گناهان و به طرف نفس و شیطان. فرار الی الله ویژه نیکوکاران هست و فرار من الله و دور شدن از الله متعال این فرار انسانهای نیگونسار و بدبخت هست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که معروف هستند به حبر الامه، دانشمند و مفسر این امت، فرار الی الله تعالی را این گونه تفسیر کرده و می‌فرماید که فروا منه الیه، از الله متعال به طرف الله متعال فرار بکنید. یا می‌فرماید که فروا منه الیه و عملوا بطاعته،
از الله متعال به طرف الله متعال بشتابید و فرار بکنید و اطاعت و بندگی بکنید الله متعال را. سهل ابن عبدالله رحمت الله علیه می فرماید که فروا مما سوى الله الی الله، از تمام چیزهایی و دلبستگی هایی که غیر از الله متعال هستند از همه فرار بکنید به طرف الله متعال. یا برخی از سلف اینو این گونه تفسیر کردند که فروا من عذاب الله الی ثوابه، از عذاب الهی فرار بکنید به طرف ثواب الهی با عمل کردن بر طاعات و عباداتی که الله متعال برای من و شما مقرر کرده. پس بنابراین ما در اینجا دو نوع فرار داریم، یکی مأمور بهی هست و دیگری منهی عنه هست. مأمور بهی فرار نیکبختان هست، یعنی این که الله متعال به ما دستور داده ففروا الی الله، به طرف الله متعال فرار بکنید، و دیگری فرار انسانهای نیگونسار و بدبخت است که از الله متعال فرار میکنند به طرف شیطان، و این نوع فرار منهی عنه هست، یعنی که الله متعال به ما دستور داده که به طرف الله متعال برویم، نه این که از الله متعال ما دور بشویم. حد اقل فرار و حد اقل عمل کردن بر این منزلت و منزل گرفتن در این جایگاه این هست که ما فرار بکنیم از جهل به طرف علم، فرار از جهل به طرف علم و از کسالت و تنبلی و کمکاری به سوی جدیت و عزم و اراده و پرکاری، و همچنین از فرار از ضیق و تنگنایی به طرف وسعت و فراخنای ثقه و اعتماد و امید به الله متعال. یعنی از جهل خودمان را بیرون بکشیم، روز به روز هر روزی که بر ما میگذرد جهل ما کمتر بشود و علم ما بیشتر بشود. هر قدمی که ما به طرف قیامت و آخرت میزنیم و عمر ما رو به کاسته شدن هست، باید جدیت ما و عزم و اراده ما محکمتر باشد. عملهای ما، کارهای نیک ما باید قویتر، محکمتر با اخلاص بیشتری باید انجام بگیرد. هرچند که ما به طرف قبر می رویم باید از طرف ضیق دنیا و تنگی دنیا و غم و غصه دنیا و از دلگرفتگی های دنیا باید خودمان را بکشیم و برویم به وسعت و فراخنای اعتقاد به الله متعال، ثقه داشتن و اعتماد داشتن و توکل کردن بر الله متعال. این حد اقل فراری هست که ما باید انجام بدهیم، از جهل به طرف علم، از تنبلی و کسالت به طرف عزم و اراده و پرکاری، و از ضیق و تنگی به طرف وسعت و گشادگی. جهلی که من عرض کردم بر دو نوع هست. جهل که عرض کردم ما باید فرار بکنیم از جهل به طرف علم، این جهل بر دو نوع هست. یکی جهل بدین معنی که یعنی عدم علم نافع. جهل معنی اولش این است که فلان انسان جاهل هست، نادان هست، یعنی علم نافع و سودمندی ندارد. معنی اول جهل به معنی بیسوادی و به معنی عدم علمی که برای انسان مفید باشد. و جهل دوم به معنی عمل نکردن بر علم مفید هست. عمل نکردن بر علم و دانشی که ما داریم. هر دوتا جهلند و هر دوتا جهالتند. ندانستن حق هم جهالت هست، عمل نکردن بر حق هم جهالت هست. نشناختن الله متعال و دستورات الله متعال هم جهالت هست، عمل نکردن بر دستورات الله متعال هم جهالت هست. پس بنابراین جهالت
یکی به معنی ندانستن حق هست، عدم اطلاع از علم نافع. دوم این که انسان علم دارد اما عمل مفیدی را ندارد، بر مقتضای علم خودش عمل نکرده. هر دوتا جهلند و هر دوتا مذموم. پس بنابراین ما از هر دو گونه جهل باید فرار بکنیم به طرف علم. از جهلی که به معنی ندانستن هست، به معنی ناآگاهی هست، باید با علم نافع، با فراگیری علم باید این جهل را از خودمان دور بکنیم. و جهلی که به معنی عامل نبودن بر علم هست، با عمل کردن، با اطاعت پروردگار را انجام دادن، ما باید این جهل را از خود ما دور بکنیم. جهل عملی داستانش را الله متعال در چندین جا از قرآن کریم برای ما بیان کرده. در جایی که الله متعال زمانی که موسی علیه السلام به قوم خودش دستور داد که از جانب الله متعال که گاوی را سر ببرید، بنی اسرائیل گفتند که اتتخذنا هزوا، ما را به باد مسخره گرفتید. این یک حکم مسخره هست، شوخی هست. حضرت موسی علیه السلام فرمود که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به الله متعال که من از جاهلان باشم. به چی معنی؟ بدین معنی که تمسخر کردن دیگران، استهزای به دیگران که در واقع یک نوع عمل هست، این یک نوع جهالته. من از جهالت و از این که از جاهلان باشم به الله متعال من پناه میبرم. و مورد دیگر در مورد حضرت یوسف علیه السلام، زمانی که در زندان بود و زلیخا زمانی که ایشان را دعوت به زنا داد، ایشون گفتند و در راز و نیازی که به الله متعال داشتند و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. پروردگارا اگر کید این زنان را از من دور نکنی، من به طرف این زنان متمایل می شوم و آنگاه از جاهلان خواهم شد. یعنی تمایل و تندر دادن به تقاضای این زنها مرا جزو جاهلین میگرداند. پس بنابراین جهل صرفا این نیست که انسان علم دینی و شرعی نداشته باشد، علم و سواد مفیدی رو نداشته باشد، بلکه احیانا انسان عالم هست، دانا هست، آگاه به حق هست، اما چون که بر حق عمل نمی کند، این انسان جاهلی شمرده می شود. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون گونه که قتاده نقل کرده، میگوید که اجمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کل ما عصی الله به فهو جهاله. هر چیزی که توسط آن الله متعال عصیان بشود، این جهالت هست، اهم از این که عمل باشد، گفتار باشد یا هر مورد دیگری باشد. یا در نقل دیگری هست که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع کردند که ان کل من عصى الله فهو جاهل. هر کسی که نافرمانی بکند جاهل هست. هر کسی که گناهی رو انجام بدهد جاهل هست. از دخال خالی نیست. اون کسی که گناه رو انجام میدهد یا این که نمیداند حکم الله متعال را، آشنا به قرآن نیست، آشنا به سنت نیست، نادانسته و بر روی جهالت و بر اساس نادانی گناهی رو انجام میدهد، خب جاهل هست. یعنی این که علم شرعی ندارد. و اگر علم شرعی داشته باشد، حکم الله متعال را بشناسد و دیده و دانسته این عمل را انجام بدهد، باز هم جاهل هست، به معنی این که جهالت عملی دارد. از نظر علمی چیزی کم نیست، اطلاعش، آگاهیش، معلوماتش از دین چیزی رو کم ندارد، اما در بعد عملی جاهل هست.
همان گونه که یک انسان جاهل ناآگاه به شریعت عمل می کند، این ظاهرا عالم همون اعمال جاهلانه را دارد. پس بنابراین ما باید از هر دو نوع این جهالت باید فرار بکنیم به طرف الله متعال. هم جهالت علمی که به معنی عدم علم هست، ناآگاهی هست، و هم از جهالتی که به معنی عدم عمل بر علم مفید و سودمند هست. هر دو نوع جهالت مذموم هستند و من و شما به عنوان یک مسلمان موظف هستیم که این انواع جهالت رو از خود ما دور بکنیم. جهالت علم یعنی که عدم علم، ناآگاهی از علم، با تحصیل و دانش آموختن میسر هست. برویم سراغ آیات قرآن را مطالعه بکنیم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده، علم شرعی رو فرا بگیریم. بدین وسیله جهالت از ما دور خواهد شد. و جهالتی که به معنی عدم عمل هست، با تجدید نظر در اعمال خودمون، با مرور کردن دانسته ها و معلومات خودمون و با محاسبه نفس که من بر این علم خودم و بر مقتضای دانشی که داشتم آیا عمل کردم یا خیر، رو به طرف عمل بیاوریم و با عمل صالح و با اطاعت پروردگار و دوری از منهیات و معصیت الله متعال این نوع دیگر جهالت رو از خودمان باید دور بکنیم. پس بنابراین جدیت داشتن، عزیمت و صداقت در عمل بر دین مبین اسلام که همان صداقت در عمل هست و اخلاص در عمل هست و امروز و فردا نکردن هست، یعنی این که وقتی که یک عملی را ما میخواییم انجام بدهیم این فرصت را باید غنیمت بشماریم. عملی که امروز از ما برمی آید و می توانیم انجامش بدهیم، فرصت آن را داریم، این عمل را برای فردا و فرداهای دیگر نگذاریم. این تسویف و امروز و فردا کردن، کار امروز را به فردا گذاشتن، این یک درختی است که ثمری جز ندامت و زیان و خسران ندارد. پس بنابراین باید آستین جدیت را بالا بزنیم و با تمام قدرت و با تمام صداقت و اخلاص آنچه را که الله متعال به ما دستور داده آن را عملی بکنیم و از آنچه الله متعال از ما خواسته که باز بیاییم دست نگه داریم، از عمل کردن و از انجام دادن این معاصی باید پرهیز بکنیم. و یکی دیگر از مواردی که باید فرار بکنیم به طرف هدفی که صحیح هست، درست هست، فرار کردن از تنگنا و از ضیق صدر هست به سعت و گشادگی اعتماد بر الله متعال، توکل بر الله متعال، امید داشتن به الله متعال، فرار کردن از ناامیدی به طرف امید، فرار کردن از تردد و از شک و تردید به طرف توکل بر الله متعال. توکل بر الله متعال یک وظیفه شرعی هست. اگر واقعا ما توکل داشته باشیم بر الله متعال، باور داشته باشیم به الله متعال، امید و رجای ما بر الله متعال باشد، مطمئن باشید که تاریکی های قلب ما و تنگی را که ما احساس می کنیم، این کدورت ها و این تنگی ها و این
احساس عدم آرامش این از بین خواهد رفت. الله متعال میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونهایی که تقوای الهی دارند، الله متعال از هر تنگی و از هر سختی برایشون راه خروجی را و مخرجی را فراهم خواهد کرد و از جایی که امید ندارند به آنها رزق و روزی عنایت می کند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله متعال اعتماد بکند، توکل بکند، خودش را بسپارد به الله متعال، مطمئناً الله متعال برایش کافی هست. به هر مقداری که حسن ظن ما به الله متعال بیشتر بشود، امید ما به طرف الله متعال بیشتر و محکمتر بشود، به هر میزانی که ما در توکل خودمان و در اعتماد خودمان به الله متعال صداقت داشته باشیم، مطمئن باشید که به همان میزان الله متعال به من و شما کمک خواهد کرد. انا عند ظن عبدی بی معه. هر گمانی که بنده من نسبت به من دارد، من بر اساس گمان خودش با او برخورد می کنم. اگر شما توکلتون صادقانه باشد، اعتمادتون صادقانه باشد، امیدی که به الله متعال دارید امید بسیار بلند و بالا و محکمی باشد، قطعا الله متعال شما را ناامید نخواهد کرد. پس بنابراین اگر میخواهید که از تنگی دنیا و از افسردگی دنیا، از کدورت‌های قلبی و نابسامانی‌های فکری و روحی و روانی نجات پیدا بکنید، راهش این است که فرار بکنید از اینها به طرف وسعت ایمان به الله، توکل بر الله، اعتقاد به الله متعال، امیدوار بودن به الله متعال. هرچند که ایمان و توکل و باور و اعتمادتان بر الله بیشتر باشد، به الله متعال نزدیکتر خواهید بود و از غم و غصه و افسردگی به همان اندازه فاصله خواهید گرفت. علامه ابن قیم رحمت الله علیه در این زمینه یک جمله بسیار زیبایی را دارند و ایشان می‌فرماید که لا یخیب عمل عامل ولا یضیع عمل عامل. الله متعال امیدواری رو ناامید نمی کند و عمل نیکوکاری رو الله متعال از بین نخواهد برد. پس بنابراین اگر می خواهید که به الله متعال نزدیک بشوید، راهش این است که از گناه و معصیت و عصیان و از تمام املاها و خواسته های نفس و شیطان فرار بکنیم به طرف طاعت و بندگی الله متعال، به طرف ایمان و توکل و اعتماد بر الله متعال. امیدوار هستم که در تمامی امورتان و در تمامی کارهایی که همه من و شما انشاءالله انجام میدهیم، اول و آخر اعتمادمان بر الله متعال باشد و انسانها و مسلمانان عامل بر دین اسلام انشاءالله باشیم تا بدین وسیله سعادت دین و دنیا نصیب همه من و شما انشاءالله بگردد. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.